حالا باز حالتون شد اومدی با آموزش فرم گاو یا همین گوشت. فرم خیلی خفنی هستش. تا آخر ویدیو همراه من باشین که ببینیم آقا ببینیم چطوری فرم درست میشه. برو معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه شما برای فرم گاو این آیتما نیاز دارید: گلس، چست، بنز، بعد یه باکت آب، گاو که باید پیدا کنید، ولی من تخمش اینجا میذارم و سریعتر ویدیو طولانی نشه. شمشیر که این چند تا نشه اوکیه. با هاپو همینا برای فرم گوشت شما. بچه برای فرم گوشت 2 تا میزنید، شیفت رو میزنید، 2 تا هاپو میذارید،